انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از پرمخاطب ترین خبرهای جهان در سراسر در واقع کشورها تلقی میشه، به این دلیل که دنبال میکنن ببینن که نامزدها چه نظری دارن. چرا انتخابات آمریکا برای شما اهمیت داره؟ ادموند از استرالیا با اسکایپ روی خطیم. بفرمایید. ادموند از استرالیا. سلام، درود بر شما. درود بر شما. آقای سفیری، من میخواستم بگم این بحثایی که در مورد انتخابات آمریکا هست بحثای مهمیه برای جهان و اصلا کلا شبکه شما هم خب تو این قضیه خیلی خوب عمل کرده، اما در مورد این قضیه تجاوزهای فلاحتی به سطح اجازه بدین آقای ادموند، صدای منو میشنوین؟ یک خبرگزاری وابسته به سپاه در مورد یک پرونده سابقه یکی از همکاران ما، پرونده‌ای که در دادگاه‌های قضایی آمریکا مختومه اعلام شده، دستکاری کرده و اینو پخش کرده. خواهش میکنم وقت برنامه روی خط و سایر برنامه‌ها رو دیگر رو نگیرین. اگر که در این مورد بخواید در چارچوب اخلاق خارج بشین، ما ناگزیریم شما رو قطع بکنیم. من فقط این توضیح رو دادم به همه بینندگان روی خط با احترامی که براشون قائلم که بیشتر از این ما نمیتونیم توضیح بدیم چون توضیحی وجود نداره. من دیگه نمیدونم چی باید بگم. چرا بعضیا میان اینطوری صحبت میکنن؟ من دوست دارم آقا فرزاد بود، امیر آخرم نفهمیدم اسمش چی بود، اون طرفی که زنگ زد، به اون خطاب بکنم که چه لزومی داره. باید تاکید میکنم با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که در روزهای اخیر بر علیه صدای آمریکا اتفاق افتاده، لطفاً اگر که میخواین در اون زمینه حتی اظهار نظر به نفع صدای آمریکا هم انجام بدین، ما ناگزیریم صدای شما رو قطع کنیم، حتی اگر به نفعش هم باشه، چه برسه به این که بخواین که در اصل ماجرا تشکیک بکنیم و از چارچوب اخلاق خارج بشیم. آقای صبری اجازه بدید من 30 ثانیه جواب شما رو بدم. بفرمایید. اولا که من خوشحال شدم تعریف دموکراسی رو از زبان شما شنیدم، یعنی که تجاوز کنید یک بخش نشد. ببینید نشد دیگه، نشد. شما دارین خارجی از موضوع حرف میزنید، بنابراین ما با شما خداحافظی میکنیم. سامان از عراق. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. من فکر میکنم بسیار اهمیت داره. اهمیتش هم شد متاسفانه مثلا آقای فلاحتی به همکارش تجاوز میکنه. ما انتظاری که از شما داریم اینه که شما تو برخی از مسائل با تعصب برخورد نکنید، یه مقدار از خودتون دفاع کنید. قبول دارید اینو؟ شما نظرتون رو بفرمایید، چون کلی صحبت میکنیم من نمیتونم در کلیات نظری بدم. آره، من اینو میخوام قبل اینکه انتخابات بگم، میگم شما یه شبکه بعد صدای آمریکا، صدای دولت آمریکاست. بفرمایید. کامران بفرمایید. متاسفانه ارتباط کامران با ما قطع شده. این بی اخلاقی‌ها متاسفانه خب به اینجا کشیده شده و به نظر من حتی چیزی که تو شبکه آمریکا ما می‌بینیم بعضی موقع این بی اخلاقی‌ها پیش میاد. مثلا همین اتفاق اخیر من اسم نمیبرم ولی خب بله، این هم نظر علی بود از کرج. درود بر شما. درود بر شما. ببینید آقای سفیری، اساساً نوع دموکراسی در آمریکا به گونه‌ایه که وقتی کسی بهش تجاوز میشه صداش قطع میشه و الان شما همه رو راحت قطع میکنید. بله، قطع کردن صدای کسی که میخواد که وارد این حوزه ها بشه این دموکراسی دیگه. دموکراسی پس چی؟ اتفاقا دموکراسی یعنی همین دیگه. دموکراسی یعنی چی؟ اگر روزی 50 نفرم در این برنامه شرکت بکنن و بخوان خارج از چارچوب صحبت کنن، عین 50 نفر رو ما ناگزیریم قطع بکنیم. ما توضیح دیگه ای نداریم و مماشات هم نمی کنیم، به خاطر اینکه باید به حقوق مخاطبین خودمون احترام قائل بشیم. قطعتون میکنیم بدون رو درواسی، قطعتون میکنیم.